سلام، قراره تو این ویدیو کنار 8 از رفیقام بازی تبانی رو انجام بدم. خودم دست میزنم به افتخارشون، دستم هم پره. سلام، خیلی خوش اومدید. سلام. دست نزن، آدم به افتخار خودش دست نمیزنه. من به افتخار آقا سالار دست دادم. خیلی مخلصم. بچه‌ها این بازی اونقدری خفنه که بریم براشون توضیح بدم بازی رو. بریم. الان بازی رو براتون توضیح میدم. تبانی این بازی با 8 شخصیت معروف در دنیای فیلم و سریال آغاز کننده یک بازی جذاب و درگیر کننده خواهد بود. این شخصیت ها عبارتند از جوکر، جان ویک، والتر وایت، تامی شلبی، پروفسور، جیکساو، آنتون شیگور و هانیبال لکتر. در شروع بازی هر بازیکن یکی از شخصیت‌های بازی را بر اساس علاقه خود به کاراکتری که دارد انتخاب کرده و روی پایه چوبی خود می‌گذارد. این کارت دو طرفه است و هر دو سوی کارت تصویر شخصیتی را نشان می‌دهد. حالا بازی شروع شده و هر بازیکن با توجه به شخصیتی که دارد، کارت‌های بازی خود را برمی‌دارد که شامل 7 کارت با تصویر شخصیت‌های دیگه و یک عدد کارت کمین است. کارت کمین تصویر همون شخصیتی است که بازیکن ابتدای بازی انتخاب کرده و این نکته مهمی است که اگر تعداد بازیکنان از 8 نفر کمتر باشد، کارت‌های شخصیت بیرون بازی کنار گذاشته می‌شود. کارت‌های طلا رو با هم بر می‌زنیم و 4 کارت به پشت روی میز قرار می‌دهیم. حالا زمان رأی‌گیری، بلوف و صحبت بین شخصیت هاست. در انتهای این نبرد خونین تنها یک بازمانده خواهد ماند. بچه همونطور که بهتون توضیح دادم شما میتونین برای حذف کردن یک نفر هم با هم صحبت کنین، هم با ایمو اشاره این کار رو انجام بدین. اگه صحبت کنین طرف بفهمه، کارت کمین خودش رو میکنه و این صحبت کردن شما بی ارزش میشه. پس چقدر بهتره که بدون صحبت کردن اون نفری که میخواین حذف کنین و با نگاه کردن به هم دیگه این کار رو انجام بدین. من حالا تایم دقیقی نمیگیرم، 1 دقیقه 2 دقیقه وقت دارین که شما با هم دیگه هم فکری کنیم و به یک نتیجه برسیم که یک نفر رو حذف کنیم. که فکر کنم موقعی هم که داشتم حرف می‌زدم بچه‌ها این کارو داشتن می‌کردن. مطمئنی؟ نه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. من یه جمله میتونم بگم؟ بفرمایید. والتر وایت همیشه میگه که من در خطر نیستم، من خود خطرم. آقای وایت، والتر وایت، بله. همین شخصی بود که تو آمریکا شیشه تولید می‌کرد. تو فیلم بریکینگ بد. بریکینگ بد. براتون وای نیست. اون جسی بود. امیدوارم که آقای والتر وایت این برنامه ما رو ببینه و خوشش بیاد از این برنامه ما. یه مش تبهکار رفتن دزدی کردن. دزد و تبهکارن. بچه‌ها 30 ثانیه وقت داریم برای رو کردن کارتی که می‌خواین تبانی کنید و اون یک نفر رو حذف کنید. 15 ثانیه وقت داریم. آقا 10 ثانیه کنید عطسه کنه. 5 ثانیه. لطفاً ورق‌های خودتون رو نگاه کنین و ورق منتخبتون رو با 3 2 1 من رو کنین و بندازین روی میز و جلوی خودتون بندازین. کسی که نامربوط ورق رو کنه اون شخص هم میدونین که حذف میشه و کسی که شک کرده که خودش امشب میخواد حذف بشه میتونه کمین رو رو کنه و حذف نشه. 3 2 1. خب اوکی، اجازه بدید. ای بابا چی شد؟ ثانیه آخر به من کی کمینو انداخت؟ تو چرا کمینو شما حذف شدید. من اینجا چیکار می‌کردم؟ میگم؟ چه تبری داری؟ و اینجا اینو کی انداخت؟ من اینو شما انداختین و اینو من انداختم. و اینو این 3 نفر شانس آوردم. این شما این خیلی حذف بی‌معرفت. شدن بچه‌ها چون 4 نفر بفرمایید. من چشام چپه. چون ببین بچه‌ها 4 نفر بیشترین آرا قبوله. 4 نفر رأی دادن به ایشون که حذف میشن. منم؟ بله به شما رأی دادن. خب و بچه‌ها برگاهی خودتون رو بردارین. بردار تو دستم. 3 نفری که رأی دادن به ایشون ما حذف میشن. بابا دقیقه آخر دیدم هیچ کی چی نه بردارین برگاهی خودتون رو بردارین. بردار. منو میندازی. بله الان بازی بین این 4 تا دوست ما ادامه داره. کدوم 4 تا؟ 4 نفر 1 2 به پرستو کیا رأی دادن؟ پسرا. 4 نفر بازی رو ادامه میدن. 4 تا پسر. 1 دقیقه بیشتر زمان نداریم برای تبانی کردن که نفر منتخب رو از بازی حذف کنیم و اون پول رو با هم دیگه یعنی با تعداد کمتری تقسیم کنیم. هممون
دخترها حذف شدن، فقط پسرها. چه بد شد. خب منم ببین دیگه آقا 1 ساعت داریم 20 ثانیه. مرتضی خدا یارو نگهدارت. بریم. 10 ثانیه. لطفاً ورقهای خودتون رو بگیرین جلوی سینه‌تون آقا. گرفتین جلوی سینه‌تون. هر کی دیرم بندازه حذف. 3 2 1 من تموم شد بندازیم وسط. 3 2 1. به میگم فن آخر استاد. منم میگم فن آخر استاد. شما که خداحافظ. مرتضی حذف میشه. بازی ادامه داره بین شما سه تا. دیدی این کارا بچه‌ها درست کمین رو نیست. انداخت. امین فهمید که میخواد حذف شه. کمین رو انداخت، هیچ کی حذف نشد از بین این 3 نفر. ایشون اشتباه انداخت. ادامه بازی لطفاً تمرکز کنین. چه کسی قراره حذف بشه و 1 نفرم حذف بشه میریم واسه یه فینال. من 20 ثانیه بیشتر دیگه وقت ندارم برای اعلام رو کردن دیفرسنجرز. بریم واسه 10 ثانیه. 5 ثانیه. این چه بازی کثیفیه. 3 2 1. خب اینو کی انداخت؟ تو 2 ساعت داری با من تبانی میکنی آخر اینو منو کی میندازی. سالا. سالا شما حذف شدید. بچه‌ها شما دو تا میرید واسه فینال. آقا 2 تا از دزدای ما، کسایی که رفته بودن راهزنی کرده بودن، جیب بری کرده، اومدن الان با هم دیگه چالش کنن، با هم دوئل کنن واسه این پولی که این وسطه. صحبت کنین. به نظر من قانع باش تو. همین. چرا باید قانع باشم؟ من میگم بیا شریک باشیم، با هم تبانی کردیم، دوتا برداریم بریم. آخه احتمال میدم تو سر من کلاه بذاری تو این بازی. من اصلا من همچین آدمیم. حالا من اینجوری شناختی تو. اینجوری نشناختم ولی تو این بازی اصلا نمیتونم بهت اعتماد کنم. من که میگم بیا شریک رو بندازیم نفری دوتا ببریم، همینجوری امتیازمون زیاد میشه. من که نظرم اینه رفیق دزد شریک قابل است. بچه‌ها بریم. 10 ثانیه بیشتر وقت نداریم. آقا شریک رو بنداز نفری دوتا برداریم. با 3 2 1 من لطفاً ورق خودتون رو رو کنین. 3 2 1. این عوضی دزد رو انداخت، شما قانع رو انداختید. من گفتم شریک رو دیدی بنداز. بهت گفتم. من قانع گفتم یه شریک دونه رو میبره و 2 3 تا میبره. درسته؟ 3 تا ایشون، یه دونه شما. بریم واسه دور بعدی. بفرمایید. دور اول 2 نفر با هم غنایم رو تقسیم کردن. بریم واسه شروع دور دوم. بفرمایید. میگم بله. جمله میخواستم بگم. بفرمایید. اگه میشه. بفرمایید. یه وقتی چیزی واسه دست دادن نری همیشه شجاعتر از قبل میشی. گاندی؟ این آخرش مرسا ماندلا گاندی بود. که میگه بفرمایید. خواهش می‌کنم. بچه‌ها لطفاً با هم دیگه تبانی کنین برای حذف 1 نفر. کسایی که اشتباه کارت شخص دیگه ای رو می‌کنن اونا هم حذف میشن. بفرمایید جانم. عدسا نداری؟ اینا میخوایی اینو بندازم بیرون. بچه ها چه علنی میخوان مفرد کنن موری؟ میخوام منو بندازم بیرون. من کمی به دستم چرا؟ فهمیدم خودم فهمیدم. چرش ای بابا. ای بابا من یک دیگر گفته بودین به بچه‌ها حواستون باشه. باید اگر حواستون اشتباه کمینو بندازین حذف میشین. وای 20 ثانیه پایانی. مرتضی احساس میکنم توی گوشه بعد میخوره. بریم 10 ثانیه. 4 4 5 ثانیه. 3 2 3 2 مرتضی 1. بنده خدا گفت به منم بگی وای اینو آقا به همش دارین من دست پیشم بچه‌ها ورقاتون رو برداریم. پرستو رو از دست دادیم. پرستو جان مرسی که هستی. خیلی بی‌انصافن اینا. یه بار پرستو شما یکم استراحت کن. بچه‌ها افتخار سیگنال پرستو غلط دست هم بدین. بزنین. خب پرستو رو حذف کردیم. بریم واسه نفر بعدی. اشتباه کارت بندازین حذف میشین، اشتباه کمین رو بندازین حذف میشین. 15 ثانیه. 10 ثانیه. آماده این همگی؟ آماده ایم، بله. همگی 5 4
3 2 1 یا آقا جون صفای وجود میخواستم کمینو بیام تو به رو خدا خدا. ببخشید من اشاره دادم امیدی و آقا کسی به چرا ماده نگفت به موبیلا نگفت کیو بزنه همه به هم دیگه گفتم میریم برای 1 دقیقه همه اجماع کنیم، تبانی کنید، با همدیگه همفکری بکنید که چه کسی نشستم. قرار حذف بشه. اگر حد زدی که خودتو میخوان حذف کنن، کمینتو بندازی تو بازی میمونه. 30 ثانیه. این چشان دیدن داره که اینطوری میکنن. من داره حالم بد میشه از استرس 15 ثانیه. تو لحظه میزنن با آقا صد نکنید تو رو قرآن تو لحظه دارید میزنید. آقا ولش کن بابا من فهمیدم خود یارو فهمیده ولش کن 7 عوضش کنیم 6 عوضش کنیم عوضش نه. 5 4 3 من نظرم همینه که 2 1 اجازه بدین. این دو نفر بنفش از کجا فهمیدی باید کمی بندازی؟ این الان کی اینو انداخت؟ علنی بود. این کی انداخت؟ من امید بچه‌ها به افتخار مرتضی و فرنوش دست بزنید جمع ما رو ترک کنن. بفرمایید خواهش کنم. مرتضی و فرنوش هم از دست دادیم. 4 نفر موندن که قراره سر این مبلغی که وسطه با هم بجنگن. دارن با همدیگه چش تو چش میکنن، نگاه میکنن، آماربازی میکنن که چه کسی قراره امشب کشته بشه. آه چشام سوخت. خیلی اینجا یه نامردیه دیگه من واقعا یه مش اینجوری- دزد و من تبهکار. الان اینجوری کنم این دو طرف رو دارم. میریم واسه شمارش 20 ثانیه 15 ثانیه بریم بگیم 10 ثانیه انگار شما بستین دیگه 5 4 3 2 1 اوه اوه هیچکی از هیچ نمیشه. نمیشه. به خاطر اینکه کمینو شما مائده کمین رو اشتباه میندازه مائده حذف شد. خداحافظ. بچه کارتاتون رو بردارید. رسیدیم به 3 نفر. 3 نفری که از چشاشون خیانت و نامردی داره میاد. کی به کی میخواد اعتماد کنه؟ من خدا بهم میگه کدوم تو 2 ببر. نفر میخوان برن فینال که با هم دیگه پول رو تقسیم من کنن؟ خدا تاییدیه هر کدومشون بده باور نمیکنم من تا حالا دروغ شنیدم. کی میخواد اشتباهی من کمین رو تا حالا بندازه؟ سری بعد یه تکه صفحه چیکار کردید بابا نه من اصلا حواسم نبود اشتباه دیدم رنگ تو. رو رنگی دارم فکرم زرد. الان برو بیرون من همین بریم همین نظر دیگه نه نه دیگه 15 کمین اومد. 10 نظرته 6 من که کمین نمی‌کنم. 5 4 3 2 1 کمین رو میندازه هیچکی از نمیشه. خیلی نجسی. بریم یه 20 ثانیه دیگه اجماع کنیم. 5 4 3 2 1 یک حسابت بازی آره خدا امیر هست شد. پاشو برو پاشو کاسه کوزت گفتم جمع من تو کن. نجسم کارتت بابا هم بردار. چقدر آدمای نجسی هستن اینا. همین تو با من بستی بعد چجوری به اون حواسم کارتتو آخ، بردار. آخ، رنگی حاجی فکر کردم نارنجی. استندت هم بردار پولت هم بردار برو. من 3 تا به شما گلوله میدم 3 تا هم به شما. با هم دیگه مذاکره کنین صحبت کنین. آقا من که میدونم تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای دزدو بندازی. دزدو بندازی منم ضربه اول دزدو میندازم کلا میسوزه میره. بیاد حداقل یه چی دست پر بریم بیرون. یه شریکی بندازیم یه قانعی بندازیم بین این دو تا بازی کن. اونجایی که گفت نجسی خب تو هر خیلی چی تو فکر شده تو خیلی پولیسی. تو قبول داری که دزدو بندازی اینم دزد انداخت هیچی بر ندارین تا فینال اومدین ولی به این چیزی نرسه. من اوکیه. من که جلو هم. من میگم حداقل یه شریک بندازیم با هم برداریم. من همینجوری تو جلو هم. شریک نمیندازی آقا بنداز. شریک. واقعا آره مردونه مردونه. تو چند تا داری الان من 4 تا دارم 3 تا. خب تو که اصلا چیزی واسه دست دادن نداری خب منو دیگه. گول میزنی نه چه مردونه دست مردونه. آقا اوکی 10 9 8 7 8 6 5 4 3 2 1 رو کن. خیلی لشیه. بله
دزد همه رو میبره 4 تا هم یه میبره. دونش شما بتونم. قانع رو مینداختی یه دونه میمونه. وقتی تحت فشاری نباید با کسی مذاکره کنیم. کی گفته؟ تا میشل بود. هامیشل. اینو از رو گاندی گفته. مرسی. خب میریم برای راند سوم، دور سوم. میخوام این دست با عینک دودی ببرم. ای خدا. چطور ممکنه؟ ممکنه همه چی ممکنه. ما تو رو چجوری ببینیم؟ حالا من شما رو میبینم، مهم اینه که من شما رو میبینم. من شما رو سفید تنت نیست. خب دیگه من شما رو میبینم. بفهم آقا. همینجا خب باید نگاه کنی که بهت بگیم. آخه تو خود همیشه عینک دور داری؟ دست آها. نیسته که من مش میبازم. نه این نه دست نه. اگه تو امتیاز نگرفت. خب نگاه نمی‌کنی که به چشمک نمیزنن دیگه مثلا توانی نمی‌کنن. بشمار آقا. بشمارم. بشمار، میخوام ریسکی بازی کنم. واقعا؟ بله. احساسم اینه که 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خب کسایی که نارنجی انداختن کارتاشو بردارن نکنه سالا 3 نفری که نارنجی ها رو انداختن این نارنجی رو و اون نارنجی و اون نارنجی رو کی انداخت؟ مار تو آستینم پرورش اون نارنجی رو خداحافظ. بچه‌ها با صندلیاتون تشویقشون کنید. 3 تا از دوستان مبینا، فرنوش و امیر بفرمایید. خواهش مار می‌کنم. تو آستینم پرورش شدم. کبرا بفهم. خیلی پلیسی. احساسی که دارم اینه که پسرایی میرن فینال، دخترها با هم متحد نیستن. احساس غریبی آقا. مرتضی پشت این عینک نمیدونم چطوری زد و بند داره میکنه. پول که داشته باشی، غنی که باشی، دوست پورم که باشی. بله؟ خط بریل بلدی؟ ماهده. بله داشتم گفتم پول که داشته باشی، چشم نبینه، باز کار تو را میندازه. هر موقع آماده بودی من میشمارم. بفرما. اوکی این همگی با هم. بریم واسه شمارش. از 10 میشمارم. 10 مطمئن. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی کمینو من انداختم. بابا برای چی مائده ننداختی؟ حذف میشه. خدا گیج شدم خب. گیج شدم مائده حذف میشه. امین تو هم حذف میشی و شما 3 تا بازی رو ادامه میدین. پس من صندلی مادر بنده خدا مائده خب ماهده دیر انداخت. بابا 2 ساعته دارم بعد ببین مار همین رفته بود. دیگه. من میدونستم کمی میندازه داشت فهمیده بود خوشو زده بود اون را دیدی از سلامت نگاه سلامت دو تا عینکی بمونه. خب خدا رو شکر یه دونه دختر اومده تا مرحله نیمه نهایی. بازم دزدا و سارقین در حال تبانی کردن با همدیگن که یکی رو حذف کنن برن برای تقسیم غنایم. انشالله که خیره، انشالله عادلانه این تقسیم رخ بده. فقزش بغزش بغزش. به خدا این بار دوباره من رو ببازونی فوش میدم. خوش بده. خب من که نگاه کن یه دونه آقا نگاهش کن دیگه. درسته؟ درسته. درسته. بریم. چقدر پسرا؟ منم پسرم ولی توجه نکردی چی شد. آقا آمد بشمار. از 10 9 8 7 من کمین آقا. 5 4 3 2 1. خب چی میشه الان این دیگه باید بره 3 تاتون دوباره ادامه میدید. ای بابا. بعد این شاغلوس هم مد کرده. اسمش چی بود؟ شاغلوس؟ ببندی یه بار مردونه. خودت تو ضایع میکنی اگه چی حالا من نمیدونم. ببندی؟ برو برو. آدمای کثیفی ان اینا. و واقعیت ها بچه این بازی نیست. خیلی تو زندگیامون هم میبینیم این اتفاقا رو. بدبخت کرده همه ما رو. ولی مرتضی تو رفاقت پسر خوبیه. سالارم هم. ولی خب تو بازی خیلی کثیفه. خیلی کثیفی. بریم. بریم. 5 بشمرم از 3 نشمرم. 5 4 3 2 1. مرتضی حذف میشه. مرتضی برو بیرون. آقا اینا رو شما دزدیدین، همه رو حذف کردین، رسیدین فینال. من 3 تا تیر به شما و 3 تا تیر به شما میدم.
با همدیگه صحبت کنین، یا کنار بیاین با هم 50-50 یا بازم مثل سابق سر همدیگه کلاه بذارین. من کلا نمیذارم چون خانومه تو حالا دست مردونه نه دادی. با مردا فرقه، چون اونا نقشه کشیده بودن یه پماد عاده سوختگی بگیرید اول، نقشه کشیده بودن منو بدن بیرون. من از همینجا واقعا دست مادرها رو میبوسم، احترام خاصی به خانوما قائلم. یعنی واقعا میخوای این سری به خانومی که روبروتون نشسته وفاداری رو نشون بدیم و زیر بفرمایید با هم آقا صحبت من که کنیم. بردم مهم نیست، مهم اینه که 2 تا امتیازم خانم بگیر. شریکی با هم صحبت کنیم. شریکی الان شریکی این دوتا من برمیدم دوتا تو. ببین شریکی یعنی 2 تا من برمیدارم 2 تا شما، ولی اگه بخوایم به هم دروغ بگیم مثلا من الکی به شما بگم همون بلایی که سر مرتضی آوردم بگم که همون شریکی ولی من دوز گذاشتم همه 4 تا رو بردم. ولی خب من میدونی که اونا چون نقشه کشیده بودن اونم ازش. شما میخوای شریکی میخوای نه هر کارتی دوست داری بنده، من که کارتامو دارم. میتونی از بیرونم اشاره بگیری. اونجور که دارم به اشاره میکنم میگن نه اعتماد نکن. بازی خودتو بکن. 10 شریکی اگه جفتتون دوز بندازین هیچکی از این وسط چیزی نمیبره. اگه یکی دوز بندازه اون یکی قانه بندازه، دوز 3 تا میبره، قانه یه دونه. اگه یکی دوز بندازه اون یکی شریک بندازه، دوز همه رو میبره، شریکی چی نمیبره. قانه نفری یه دونه برمیداره، شریک نفری 2 تا. آقا من چقدر دشمن دارم. 5 چی؟ شریک آقا دارم باد میبندم. شریک توضیحات هم متوجه شدین دیگه. جفتتون ببین، شریک بندازین یه 2 تا چیز بگم، برمیدارین، من که قانه چیزی- بندازین نفر یه دونه برمیدارین، دوز بندازین هیچی بر نمیدارین، جفتتون دوز بندازین. یکی دوز بندازه یکی قانه بندازه، 3 تا دوز برمیداره یه دونه قانه برمیداره. اگه یکی دوز بندازه یکی شریک بندازه همه رو دوز میبره، شریک هیچی نمیبره. یه چی بهت بگم، من که بردم امتیازامو ببین اصلا دوز دارم بندازیم. باز لطفا تو هیچی کارت نمی- انتخابی خودتون رو بزنین روی میز. اوکی شریک ما بیرون نمیخوای نگاه کنی نمیخواد هر چی دوست داری. باشه. نه هر چی دوست داری بند. لطفا کارت انتخابی خودتون رو بزنین روی میز. همینجوری پشت رو بزنم. نه نشون ندین که چیه. با شمارش من رو کنین کارتتون رو مثل ایشون بزنین رو میز. 5 4 3 2 1. وای من برداشتم قانه تمام. نه دوز انداخته بود. باش. آره، نه ما 3 تاشون رو میدیم به مهم ایشون، نیست، 3 تاش واسه اون یکیش واسه من. یکیش برای شما. بریم واسه دور 4م. من که برنده با اقتدار برنده. نقشه بیرون رو کشیدید؟ جیکساو بیاین بازی رو شروع کنیم. خدا شفاعت بده انشالله. دیر گفتی جمله سنگین گفتم من میخوام. نه جمله سنگین بود، بیاین بازی رو شروع کنیم. اینو ولی جمله‌تو باید خودتون سنگین‌تر بعدا بگو. میفهمید من چی گفتم. آره بریم خیلی واسه وقت دور بازیش- 4م و اینکه بچه‌ها باز تبانی میکنن. این دزدان شغال بی معرفت سر هم دیگه منو کلا که میذارن. نه غلط بکنم. دزدا رو میگن. نه معلومه سارقان. شما رو نمیگه امتیازا رو. با هم دیگه تبانی میکنن که یکی رو بندازن بیرون. نگاه ها من فلش به سمت کیه؟ کی میخواد بشمر. مطمئنی این بچه‌ها بشمرم؟ بله. آره از سر ما گذشته. بشمار احساس میکنم باید بشمرم. بشمار باشه میشمارم. میریم واسه شمارش. 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1. خب ماشاءالله دو تا سالا رو بازی خیلی کثیفه همین. همین خداحافظی میکنم بچه‌ها، کاسه کوزتون رو جمع مهم کنید. نیست ولی آخه اصلا به من نگاه نکرده. من واسه همین خب ما هم کردم. همین ساله تقصیر امیرعلی بلا اینجا غیر. نگاه کن. بمونه تو گلتون اشکال نداره. امیر امتیاز رحیمی من ببین 19. اصلا آدم درستی نیست. 19 من بعد اینجا امیر رحیمی رو بذار الاکی استندت می‌کنم. بمونه، شما هم بذار استندت بمونه. بفرمایید بیرون. خب سالا رو امین انداختیم بیرون. اون کارتش هم بردار بذار جلوش. این بچه‌ها با هم دیگه باز تبانی کنین دیگه، نامردا. یکی رو باز بندازیم بیرون. من فکر می‌کردم مردونه. آدمیزاد هیچ موقع قانع نیست. ببین هر چقدر داشته باشه باز چشش دنبال مال مردم. البته همه اینطوری نیستن ها، اینا اینطوری هستند. یه دزدن و زدن یه تیپ و تار هم. هر موقع بگی شمردم. بفرما بی زحمت
انگلیسی بشمارین چون چشام شما رو میبینن از پشت این چیز؟ سگ داره ما چشام نمی‌فهمیم. اگه شما الان که میبینی طول سگ داره چشام آقا بخشید بفهم. خانوما انگار دارن تو این مرحله خیلی خوب بالا میان. میریم واسه شماره. امیدوارم که همینطوری خانوما تا آخر میشه بیان. از 10 به انگلیسی بشمارین 10 واو 9 واو 8 واو 7 واو 6 Wow. 5 Hey. 4 Wow. 3 2 Zero. 1 تو مکنه با ولم کن. با ولم کن. نامردا انداختی بچه مردم بیرون. خب بریم واسه ادامه. ای آدمای شیاد بازم با هم دیگه هم فکری کنین. آقا من احساس بدی دارم دستیده کردم. آقا میشه از 10 فرانسوی بشمارید بیاد پایین. بله خواهش می‌کنم. یعنی انتخاب کردین کی برو می‌خواد بره درسته بیرون؟ بله ما خیلی خانوما باز دارم بهتون میگم اگه شما سه تاتون رأیتون یکی باشه پسر میره بیرون ها. دختر خانوما شما 3 نفری به 1 نفر رأی بدین اون آقا پسر میره بیرون ها. گفتم خانوما با هم دیگه متحد باشن پسر میتونن بدن بیرون. میشمارم. فرانسوی نمیشه خب بذار بفهمن. آلمانی میزنم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ای دمتون گرم بچه‌ها اشکال نداره خانم مولد مبینا الان آفر نگفتی مرتضی؟ این خودش به من گفت مرتضی. امیر خب رحیمی شما وای من امیر شما رحیمی مرتضی رو رأی دادین بهش. شما الان تو هم نگفتی مرتضی. همین الان شما مرتضی رو خیلی جالبه که بدونین الان من مرتضی هم هست شد. چرا آقا منو میگفتم. این قرمز کی آها منم. بله ببخشید. دستم. مبینا هست شد. شما به مرتضی رأی دادین؟ بله. شما هم هست شد. من این سری به دخترها گوش کردم. به خدا منم به این برید من منم پر به این اومدم آقا. فرنوش پر کردم. اومدم. فرنوش خودش کردم. هم بفرمایید. آقا بفرمایید. بمونه. بذارید بمونه اونا. 3 نفر موندن. مرتضی با عینک معروف فرسنچرزش، قربون شما امیر عزیز، مائده خانوم قربون شما میرن واسه حذف 1 نفر که برن تو فینال با هم دیگه پول رو تقسیم کنن. احساس میکنم تبانی کردین، هم فکری کردین، احساس میکنم میدونین کی باید حذف بشه. شاعرم اینجا میگه احساسی که به تو دارم به هیچ کسی نداشتم من عاشق کسی بودم که خیلی صاف و ساده است. بچهای صافکار بودم بفهم 5 4 3 2 1 چی شد وایسا. بچه‌ها مائده باز عوض هست کردی شد. تو زرد دستت بود. زرد دستم رو زرد گرفتم ولی این زیر کشیدم سبز رو انداختم دیگه. مائده هست میشه و به دروغ خاطر اینکه نگو، دیر دروغ انداخت نگو. و اینکه اجازه دارم یه چیزی بگم نام جاوید وطن دیدی گفتم من نمیدونم چرا تو این زندگی خیلی دیدم این نامردا خیلی برندن. این آخر بازی ها من نمیتونم. نه این حرف منو قبول داری؟ بله. نمیدونم چرا. من مامانم بهم میگفت همیشه خدا و میگه حفظش کنه. خدا سلامتی به عزیزاتون بده. میگه که خدا بعضی وقتا به این آدمای بد میگه بابا برو اصلا باهات حال نمیکنم. میولشون میکنه. یعنی هر چقدر خیلی میخواد بدی، بهشون پول خیلی میده بدی تا اینجا اومدی همه رو دور زدی. اولین همه بار رو دور اومدم. زدی. تو رفاقت دور زدن ممنوعه. حالا ما مورد داشتیم اینجا پسری بود خالکوبی داشتین حالا اسنی برام آره همه رو زد زیر مورد داشتیم چارپای اینجا پسر همه موهاش بلند بوده حتی حالا اس خود نبر رفیق بهش بچه‌ها اسم میریم نبرم، واسه نه. تقسیم کردن غنایمی که از دزدی به دست آوردین. میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم به نتیجه برسید. 30 ثانیه هم بیشتر وقت. مرتضی بیا با هم دیگه شراکت منم کنیم. میگم من با تو شریک مشکل باشیم ندارم. منم با تو هیچ مشکلی ولی ندارم. میترسم از یه نظر هم خودم سر تو کلاه گذاشتم هم تو سر من کلاه گذاشتی. اصلا اینطوری هم نیست یه بار سرم کلاه گذاشتی دست پیش. چه ولی- تو که کینه ای نبودی پسر تو کوکوری تو کوکوری به تو چه آه اوکی الان بیا با هم دیگه ببین اول آخرش من به یه دونه قانع نیستم. بیا با من هم به یه دیگه دونه شریک قانعم بشیم، میخوای مرتضی. قانع بیام ولی از یه نظرم میبینم اون پسری که تتو داشت 4 تا داره. من احساس کنم به اون نمیرسیم خیلی دستش پر بود لاغر بیا الان خودمون رو خراب نکنیم اون جدی؟ خیلی دستش پر بود باشه به من این و تو برگ نمی‌رسه. منه چون میگی چیز این برگ من بیا هر صورت. موقع بگی برگ خب
بچه‌ها انتخاب کردن، دستت رو برگت باشه. امیدوارم که همینقدر که صادقانه با هم دیگه صحبت کردیم برگم رو کردین همینطوری باشه. دستتون رو همینطوره. برگتون به باشه. نظر خودتون 3 2 1 رو کنید. دوز زد به شریک، دوز به دوز میزنه و هیچ کی چی نمیبره. آیه بابا تو خیلی خودت هم دوز میکردی. من فکر چرا اینم این کارو پرزنتت کردی؟ کردم بابا یه دونه به من میداد یه تو دونه. می‌خواستی من شریکو هیچی بندازم نمیبرن. دوز بشی همه میریم رو واسه تو هم ببری. می‌خواستی همین کارو کنی. آقا دور آخره، جمع آخر نباشه. میریم واسه دور پنجم. نفر اول بر اساس امتیازایی که جمع کرده قرار 10 میلیون برنده بشه. مرسی بگم. بفرمایید. جوکر میدونی چی میگه؟ چی میگه؟ میگه هر چی که تو رو نکشه عجیب غریب ترت میکنه. ولی این حرف مال من قشنگ‌تر بود. چی میگه؟ میگه هر کس که بیاد هر کی باشه من همشونو میکشم. جان ویک میگه؟ وانجیک نه جان ویک. چی می‌خواستی بگی؟ وانجیک. وانجیکو که میشناسی. وانجیک داشت که جان ویک بود دیگه. وانجیک. یه بار جیک میکنه. آفیشش کمتر بود. کسی هست جان سخنی وانجیک از بود. بزرگانی که جلوی خودشون هست؟ بله، من یه نگاه بفرمایید. خیلی هم معروفه. میگه یه شکست شیرین بهتر از یه شکست پیروزی فرهاد. تلخ. خیلی معروفه. اینو فقط سالار مؤیدی آره درسته. فقط سارا گفته. میریم واسه دور آخر. لطفاً با هم دیگه تبانی کنین دزدان و سارقین عزیز برای دیگه الان به دست آوردن مبلغ. فکر کنم تقریبا جنگ بین 3 نفر متمرکزه، بین سالار و امین و پرستو. امیرم تو دور رقابت ها میتونه باشه. لیگ 2. کی میخواد حذف بشه، کی میخواد پولو تقسیم کنه، کی میخواد سرش کلاه بره، کی رو میخواین دور بزنی؟ با هم دیگه هم فکری کنین لطفا. بشمارید ما فکرمون میکردیم. فکراتونو کردین؟ از 10 میشمارم. یه دزد خوب حواسش به اونایی که پولم نداره هست. پس دزدا رو دزدتر نکنید. چی گفت؟ پس یعنی شما میگی که اونی که دزدیده رو زیاد بازی ندین، آره دیگه، اونایی که 100%. دزدی نگره رو دزد کنین. آره هم دزد بشه. توجه کردین چی شد؟ همه بسم با هم الله بخوریم. بله بفهم. 10 9 8 بچه‌ها هر کسی کارتو دیر بندازه زمین حذف میشه. 6 5 4 3 2 1. خانم ماده دستتو قشنگ داشت میدی. حل کردی؟ دستتو دید من کمین سالا رو انداخت. گذاشتم. نه من نه. داشتم میدم دستتو آره، دید دید. کمین انداخت. من سالا رو گذاشتم. کمین این انداخت. اصلاً بچه‌ها امینو درست می‌خواستم نیست این کار. بندازنش بیرون، اصلا همین مفت فهمید منو کمین ببرن انداخت. ولی مفت کاش منو دست. نبردن. با این کارت زنده میمونه و ادامه میده. من گفتم کمین گذاشته شما. هیچکی حذف نمیشه. که کمین تو دستمه. دوباره بچه‌ها دوباره لطفاً با هم متحد بشیم برای حذف یک نفر. کسی اشتباه کارت بندازه حذف میشه و کسی اشتباه کمین رو بندازه بازم حذف میشه. نه. موری نکنی کار. میخوام از 10 بشمرم. آره. 10 سامان برایجام. اوه خان تو بگیر. برو دستتو خانم. داره نه یه دقیقه ده می‌بینه. نرید فعلا کار داریم. بفرمایید خواهش میکنم. وایسید الان اگه ببینیم کمی هر- بندازی همین به نظرم 2 نفر میسوزنیم وسط. من که تا آخرش میخوام کمین بندازم. بنداز. آماده آقا. نه من آقا، میخوام اینجوری نه سوال آقا، بدم. چرا؟ یه دقیقه به من دقت کنید بازی شروع میشه. یا علی. خب بازی شروع شد خودش میکنه. اوکی همون که بهت گفتم. اوکی بازم میگم دخترها لطفاً با هم متحد باشن. نه. دست آخر. پلن بی. آقا به نظرم پلن A یا پیش بریم. نه پلن بی. بلنهای از دست بودیم ما پشت. باش 10 خب باشه بریم. باش 9 8 7 6 آقا 5 وایسا من 4 3 من نیست. 2 خب 1. دلم. اجازه جان بدید دلم. اجازه بدید دارم میگم. اجازه بدید کسایی که مرتضی رو خواستن حذف کنن جان دلم. تو بازی ما میمونن. چهارتا. نارنجی و بنفش از بازی حذف چرا من میشن. پلن کمین بی زدم؟ یعنی شما چی؟ تو بازی من میمونید. کامل انداختم. شما هم حذف میشین، شما حذف میشین، شما حذف میشین، شما حذف میشین. پلن A پلن B پلن C ما هم اینجا مرسی بچه‌ها، افتخار بچه‌ها دست بزنید. سلام. به سلام. آقا تقصیر خونش منه. یکی آقا دیگه اینا بره بیرون اشکال فقط نداره. میخوام من ما رو کردم بدم زدم بیرون که برام. برام شد کردی. اینو داشتم کی منو انداخت؟ میسوزوندم. بفرمایید بیرون. میگم فکر کنم دخترها فرمول
همدلی از همزبونی به درست میگم؟ بله بله. همدلی از همزبونی بهتره. کاش میشد یکی هم بیاین. نه دیگه، نه اوکی. ببخش. دخترها این سری خیلی با هم متحد بودن برای حذف پسرها. ببخش. دارم باز با هم دیگه تبانی میکنم واسه شکست دادن آقا پسری فکر کنم به نام مرتضی. باز میگم تا دیروز هی به هم گفت مرتضی کی بزن. الان نگاهم نمیکنه. هی میخواد نگاهش کنه نمیکنه. ببخشید 6 بار به من اینجا ضربه زدی. خواهش میکنم باز بفرما. منتظری من الان با تو هماهنگ کنم؟ تو سارق بیرحمی. جای خنجرات هنوز درد میکنه. خنجری بفرما. اگر کمین بندازی آقایی که قرار حذف بشه، البته یه آقا بیشتر تو جمع اگه نداره. اجازه بدی اونم من باشم ببخشید. عرضم به خدمت شما که تو بازی میمونی، ولی اگه اشتباه کمینو بندازی حذف بچه‌ها. میشی. بابا دارم بی‌احترامی میکنم به آدم. آقا ما هم تو بازی ما. ادبش مورم. یه لحظه نه واقعا الان جای خالی سالا رو حس میکنم. اینجا کنارم بود. بریم آقا. 10 9 8 7 میشه یه رنگ کارتی که جزء بازی نیستن بندازیم؟ خودت از میشی؟ برای چی باید بندازی؟ داره کارتات هم میبینم. نه حواسم هست. من نه بابا. چرا این سوالو پرسیدی؟ چه همینجوری ربطی دیدم. داره؟ همین بدو بیا تو بدو بیا تو. برای تو بیا بستن. فردا بیا بدو دیگه. برای تو بستن ها. میدونم. پس بیا برای یک روش ببندیم. چه ربطی داره؟ برو بیرون. برای تو بستن. وقتی طرف تو بازی نیست برای چی میخوای کارتشو بندازی؟ خب حالا 10 9 8 7 6 5 خب فعلا 4 3 2 1 چی شد؟ من و مرتضی میریم. اصلا همچین بازیکنی نداریم تو زمین. این چیه اصلا؟ خودتو انداخت. نه بندازی انداختی عقص انداختی. نه خب همچین بازیکنی نداریم تو زمین. فکر کنم یه بار دیگه باید بریم. نه اساسیت بالا. نه دیگه مرتضی رو اصلا بنداز. پرسیده بود که این کارو بکنه فکر کنم نه تو درسته؟ ذهنم سوال خودشو پیش اومده انداخته بود. ببخشید. آها نه نیست اصلا نداریم. مرتضی و پرستو حذف میشن. آخه من یکی رو زدم اینا دوتا من. آره مبینا و فرنوش میرن برای نه حتی خودت چیزی که خب لاغر با من تبانی میکردی. بله بفرمایید. یه بار با شما تبانی کردیم دیدیم چی شد. با اجازه بابا. رسیدیم به فینال دور پنجم. دو تا دختر خانم فرنوش و مبینا روبروی همدیگه قرار گرفتن و اینکه داستان از این قراره که خب سالار خیلی امتیازش بالاتره. شما هیچ کدوم هم تا حالا از این سرقت ها چیزی نصیبتون نشده. میگم میتونین 50-50 بردارین رفاقتی برین کنار سالار اول بشه. میتونین تبانی کنین یه نفر از شما اینو برداره و اینکه شاید تو این زیر اینا اعداد خوشگلی باشه که از سالار بیشتر باشه و برنده اون 10 میلیون بشین. من میگم من شریکو میندازم شما دزدو بنداز فرقی نمیکنه از این جیب به اون جیبه. باشه دیگه. واقعا بس انتخاب کردین. بله. میشمارم از 5. دمتون گرم اگه واقعا این اتفاق بیفته. اینجا پرچم دخترها رو میبریم بالا. حالا پرچم پسرها که خیلی بالاه، ولی خب دخترها نشون میدن که از پسرها خیلی همبستگی و چی میگن حمایت و این از این قبیل و در شرایط مختلف ما میتوانیم. 5 میشمارم من. 5 4 3 2 1 بفرمایید لطفاً. بله همچین اتفاقی میفته که فرنوش به خاطر مبینا کنار میکشه. کل کارتا میرسه به مبینا. امتیازش هم 5 4 یعنی در مجموع 3 تا میشه 5 کنارم خیلی چه 19. باید ببینیم تو دست سالار چه امتیازی بود. خیلی جالبه که بدونین امتیاز سالار شده 19 تا، امتیاز مبینا هم 19 تا، مساوی شدن. و اینکه من 4 تا امتیاز گذاشتم این وسط. 3 5 3 4. من اینو بر میزنم و خیلی جالبه که بدونی هیچ کی نمیدونه الان اینجا دیگه داره چه اتفاقی میفته. میدونی شما چی؟ خب هیچ کی. 1 2 3 4. خیلی جالبه رو که خوب اومدی. مثلا اونا که نباید میومدن بالا. همیشه کمک های اولی هست.
خب میریم برای انتخاب 2 تا کارت از 4 تا. یه دونه سالار برمیداره، یه دونه مبینا و دوباره یه دونه سالار برمیداره، یه دونه مبینا و برنده ما مشخص میشه. بردار. اصلا دختر مگه آقا دوز خانما میشه؟ مقدم‌تر نیستن. بفرمایید. اجازه میدین؟ داشتی به تو گفتم بردار، به ایشون گفتم بفرمایید. سالار بسم الله خب بگو. شما یه دقیقه رو نکنید فعلا. شما بردار بردارین برو ماشاءالله. اصلا تموم ها. شما ما بردارین. خودمون دزدیم. دوز خودتی مشی. به اونا نمیرسه دوز باشه. دوست خودمونه سالار. اینم به تو میرسه. میتونم برگردونم؟ بفهم. میخوای جفتتون همزمان با هم 3 2 1 بردی. 7 8 آقا یه بار دیگه ما این مبینا برنده شد. بله. افتخاره و اینکه من پول اکی نه نه کم شده. نه نه کار مبینا بود. مبینا خانم آره، برنده آره. نشد. ولی آقای حامد بازی- تبریزی برنده شد. افتخارش. ربطی داشت 10 میلیون میرسه به مبینا. مرسی که ما رو تو این لحظه نگاه کردید. نظر سالارم این بازی قابل ولی احترام آقا سالار بله. حتما. چی میگن اینا؟ عالی. خیلی خوشحالم که برنده شدم. کاملا مشخصه. یاد بگیرین که بدون دروغ و دغلم میشه برنده شد و ما اینو بهتون یاد دادیم. خدا نگهدار. تو این ویدیو بازی